به نام خدا. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسین اسلامی ام، اینجا رادیو کنکور، سری برنامه‌های یک قدم تا نهایی. خب اولا که من چند دقیقه ضبط کردم اینجا، فهمیدم که میکروفون قطع بود و هیچ صدایی نداشت، بخاطر از اول ضبط میکنم. اینجا علوم پزشکی البرز، برخلاف قسمت قبلی حالا من تو دانشگاهم و مجبوریم که این قسمت رو تو دانشگاه ضبط کنیم. حالا تو مجبوریم که جای خیلی خفن و توپیه، انشالله حالا بعدن که فرصتش بود ولاگای خوبی میذارم، تمام سوراخ سنبه های این دانشگاه رو براتون میذارم. اما الان چند تا عکس گرفتم براتون میذارم از دانشگاه، از لوگوی دانشگاه و یک نقاشی خیلی زیبا داخل کلاسی که از صبح من تسخیرش کردم و نشستم چون کلاس برگزار نشد داخلش و داشتم کارهای حالا این قسمت دوم انجام میدادم و قرار بگم که در قسمت دوم برای امتحان ادبیاتتون در روزهای منتهی به امتحان چه کارهایی انجام بدید تا بیشترین نمره رو بگیرید. این اون نقاشی که بهتون گفتم، فکر میکنم بنده خدایی که این کشیده باباش سورش کرده، گفته برو پزشکی هنرم ادامه بده. و من الان 2-3 ساعته که دوباره رفتم سراغ چت جی پی تی، نمونه سوالات پارسال رو کامل نگاه کردم، اما دیدم که چت جی پی تی نمیدونه و از جزئیاتش خبر نداره. به خاطر همین شروع کردم درسای کتاب فارسیتون رو به چت جی پی تی گفتم دونه دونه. من این رو هم صاف کنم، دونه دونه بهش توضیح دادم و شروع کردم سوالات امتحان نهایی 403 رو بهش توضیح دادم، دونه دونه گفتم، باروماشو گفتم، قلمروها رو بهش توضیح دادم و الان میتونیم کلی اطلاعات از چت جی پی تی استخراج کنیم که کدوم درس‌ها بیشترین سوال اومده، کدوم درس‌ها رو بخونید، کدوم درس‌ها مفهومی سوال اومده. قبل از شروع کردنمون چند تا نکته بگم. اینکه واقعا ادبیات فارسی یه ذره درس بدقلقیه، مهمه شما زودتر شروع کنید این درس رو، چون من داشتم نگاه میکردم 41 سوال داره و بعضی از سوالو 25 صدم، یعنی شما 2 خط 3 خط سوالو میخونی به خاطر 25 صدم و این نشون میده که طراح دستش بازه، میتونه با جزئیات زیادی به شما سوال بده. و نکات کلی رو من اینجا بگم و بریم سراغ سوالاتی که از چت جی پی تی باید بپرسیم. مورد اول اینکه یه کمی فرار میتونه باشه این درس. مهمه که زودتر بخونید، کلمات رو یک بار بخونید، درس ها رو بخونید، معنی روان درس ها رو بخونید و بعدش برید سراغ حالا قلمرو ادبی و دستور زبانی که داره. کلی جزوه تو اینترنت هست برای ادبیات فارسی. من پیشنهاد خودم اینه اگر در طول سال در مدرسه‌ای بودید که معلم گفته معنی‌ها رو نوشتید، جواب قلمرو فکری‌ها رو نوشتید، کارگاه ادبی جوابش نوشتین، با کتاب درسیتون پیش برید و سخت نگیرید. صرفا مهم اینه که شما متن کتاب درسی رو خوب خونده باشید، مفاهیم رو بلد باشید، آرایه‌ها رو از قبل یک بار پیدا کرده باشید. چون من داشتم چک می‌کردم اصلا بیت خارج از کتاب زیاد نداده بودن، 1-2 مورد بود تو قرابت معنایی بودش و تمام چیزهایی که گفته بودن عین متنش در کتاب بوده. دستور زبان اگر دادن، آرایه اگر دادن، متنش داخل کتاب درسی شما بوده. پس خیلی جدی بگیرید این رو و کتاب درسی رو خوب مطالعه کنید. حتما قبل از اینکه بریم شروع کنیم چنل ما رو سابسکرایب کنید، برای دوستاتون بفرستید این رو و لایک هم کنید که داریم اینجا زحمت میکشیم. و از همه مهمتر ما فایلایی که اینجا میگیم، حتی پشت صحنه های ضبط هایی که داریم رو در چنل تلگراممون میذاریم. تا حالا داخل چنل یوتیوب گذاشتم لینکش رو و داخل دسکریپشن اینجا هم براتون میذارم. بدون اتلاف وقت، چون نمیخوایم این طولانی بشه، بریم سراغ چت جی پی تی ببینیم چه سوالهایی اومده. اولین موردی که من بخوام بهتون بگم، 3 تا قلمرو به شما سوال دادن. اولین قلمرو زبانیه که حالا شامل املا میشه، لغت به شما میدن، دستور زبانی هست، واژه‌های هم‌آوا هست، نمیدونم
از این چیزا زیاد هستش دیگه، انواع جملات هست، انواع حذف هستش. بعد فکر میکنم 7 نمره، بله 7 نمره از قلمرو زبانی به شما دادن و بعدی قلمرو ادبی که شامل آرایه ها میشد، حفظ حالا اون آثار نویسنده ها، شاعرها هستش، حفظ شعر هم جزء این بود. 5 نمره از این قسمت دادن، 1 نمره حفظ شعر، 1 نمره از آثار داده بودن و 3 نمره هم از آرایه ها داده بودن. قسمت بعدی قلمرو فکری 8 نمره است، بیشترین سوال میاد. پس من بهتون پیشنهاد میکنم از قلمرو فکری شروع کنید. یعنی چی؟ ببینید ادبیات خوندن این چیز جامع است، ولی شما میتونید از خوندن متن درس شروع کنید برای فهمیدن و درک مطلب و بعد برید قلمرو ادبی و دستور زبان رو براش بخونید. 8 نمره از قلمرو فکری اومده بود. راحت بود، سخت هم بودش. راحت به خاطر این بود که بعضیش 2 گزینه‌ای بود، بعضیش انتخاب کردنی بود و از این جهت شد سوالا رو حل کردش. و نکته آخر، اگر دانش آموزی هستید که فقط میخواید پاس کنید، امیدوارم اینجور نباشه، ولی اگر اینجوریه شما به نظرم از قلمرو فکری شروع کنید، معنی ها رو بخونید، خیلی بهتون کمک میکنه. خیلی از سوال هایی که من دیدم یا صحیح غلط بود یا انتخاب مورد بود و راحت بود. یعنی شما اگر بخونید مثل همون داستانی که تو قسمت قبلی 1 قدم تا نهایی گفتم، یعنی میتونید شما 50% یعنی 50% یا صحیح یا غلط دیگه، شانستون هم اونجا میتونید داشته باشید. اونایی که بلدید رو جواب میدید، بقیه‌اش رو به این صورت. مورد دیگه، دانش آموزایی که میخوان 20 بشن چند تا مورد رو معمولا بی‌دقتی انجام میدن، نسبت به شعر حفظی کمکاری میکنن. این رو حتما بخونید. 1 نمره است و حفظ آثار 1 نمره بود. من دیدم راحت بود، بعضی‌هاش هم 2 موردی بود. میگفتش مثلا کدوم از ادبیات جهانه، از پاریس تا پاریس و قصه‌های دوشنبه. خب مشخصه اگر 1 بار درس رو خونده باشید شما این سوالو جواب میدید. سوالا بیشتر به این صورته. من اصلا پیشنهاد میکنم قبل از اینکه برید درس ها رو بخونید سوالها رو ببینید. اگر تا الان درس ها رو نخوندید بریم با هم دیگه 1 بار سوالا رو ببینیم. سوالا رو آوردم، ترجیحاً صفحه سوالا باشه که شما دقیق بتونید ببینید. سوال اول همینطور که میبینید کلمات اومده و یا اومده درک معنی کلمه تو بافت جمله رو از شما میخواد و خب باید میخوندید، کامل بلد باشید. و سوالای بعدی یه چیزی که راحت میکنه کار شما رو، گفته تو این 4 تا کلمه کدوم یکی معنی این نیستش. یعنی باز انگار تستی دادن، کار شما راحت تره. 7 نمره قلمرو زبانیه و حالا ما میگم جدول و آمار دقیق رو الان از چت جی پی تی میگیریم، بهتون میگم کدوم درس‌ها رو بخونید براتون بهتر هستش. دوباره موردی به شما دادن و املا بهتون دادن. من داشتم نگاه میکردم 2 یا 3 سوال املا اومده بود و بیشتر دستور زبان اومده بود و مهم دستور زبانتون هم بخونید. و قسمت بعدی قلمرو ادبی. قلمرو ادبی اکثرا آرایه ادبی بوده، یعنی از شما آرایه رو خواسته. اینجا هم گفته زمینه حماسی رو از شما خواسته، سوالی که داده بود. و قسمت‌های آخر هم یه ذره مفهومی بود. مثلا اینجا گفته بود چرا حسن تعلیل داریم، باید علت حسن تعلیل رو بنویسید شما اینجا. در ادامه هم آثار رو گفته بود کدوم 2 اثر واسه یه نویسنده است. و بخش بعدی هم آثار و حفظ شعر که هر کدوم از اینها 1 نمره است. پس باید بدونید که اولویتتون برای کدوم بخش ها باشه. بحث بعدی قلمرو فکریه و گفته کدوم گزینه بار معنای منفی ندارد. میبینید دیگه، یعنی این هم میبینید انگار 3 گزینه‌ایه، شما 33% شانس دارید و اگر خونده باشید 2 تا گزینه رو حذف میکنید، یکی رو انتخاب میکنید. میخوام بگم اگر نخونده باشید هم کارتون سخت نیستش و اگر خونده باشید که بهتر. سوال 33 هم به همین صورته و میاد در آخر مثلا 38 نگاه کنید راحته. 4 تا مورد گذاشته از عبارت ها، گفته وصل کنید به این طرف و انتخاب کنید. سوال 41 که آخریشه قسمت سختشه، 4 نمره برای نوشتن نثر روان این متونی که اینجا هستش برای شما گذاشته. از وادی افغانه سوال دادن و درک مطلب 2 یا 3 مورد دادن که کمی مفهومی بود و نیاز اونا رو دقیق تر مطالعه داشته باشین. خب بریم از چت جی پی تی سوالاتمون رو بپرسیم. سوال چت جی پی تی من تمام اطلاعات رو بهش دادم، ازش پرسیدم که از هر کدوم
از بخشا چقدر سوال میاد. قلمرو زبانی همطور که خودم هم توضیح دادم 19 تا سوال 7 نمره است. یک نمره معنای واژگان اومده، 1.5 نمره املا اومده که البته بگم اینها کمی با هم در ارتباط هم هستن. ممکنه یعنی املا به معنی واژگان هم مربوط باشه، یعنی میتونیم اینا رو با هم پاسکاری کنیم. دستور زبان بقیهش دستور زبان بوده، یعنی 5 نمره تقریبا دستور زبان اومده. تا این هم واژه‌های هم و اینا هم جزء دستور زبان باید به حساب بیاریم. 7 نمره مجموعاً قلمرو زبانی بوده. قلمرو ادبیتون آثار نویسندگان 1 نمره، شعر حفظی 1 نمره بوده و 3 نمره باقی مونده جزء آرایه به حساب میاد. زمینه ادبی اومده 25 صدم و 75 صدم هم اینجا نیاورده، جزء آرایه‌های ادبی بوده اون 3 نمره. و قلمرو فکری 8 نمره است، 10 تا سوال اومده، 4 نمرهش که روان نویسی بوده، باید به نص روان می نوشتید. قرابت معنایی اومده، تقابل معنایی اومده و تحلیل مفهومی، یعنی باید متن رو درک کنید و توضیح بدید، چون سوال جزئی از متن میپرسن از شما. و من چند تا سوال دیگه پرسیدم، گفتم از درس 10 تا 18 چقدر سوال اومده، اینجا به من توضیح داده. از چت جی پی تی خواستم به من بگه بیشترین سوال ها از کدوم درس اومده. بیشترین سوال ها از درس 18 1.25 صدم، 12 13 16 و 5 هر کدوم 1 نمره و 11 و 14 حالا اینا بیشتریناش بود. یعنی به من نشون میده به طور کلی از همه درس سوال اومده، ولی بعد نیم سال دومتون رو خیلی بیشتر مطالعه کنید، چون طراح بیشتر به این نگاه کرده و به این صورت ازش سوال آورده. من مجددا پرسیدم به نظرت کدوم بخشا رو باید بیشتر بخونم؟ به من گفته دستور زبان رو باید بخونی. 4 نمره دستور زبان بودی که واقعا زیاد بوده و درک مطلب هم مهمه. درک مطلب قسمتی که شما راحت میتونید ازش نمره بگیرید، یعنی 4 نمره شما بالاخره اون متن رو میخونید، یه چیزی میفهمید، از خودتونم بنویسید. من پاسخنامه رو میدیدم گفته بود مفهوم مشابه نمره میدن، ولی شما سعی کنید مفهوم دقیق رو بنویسید. و آرایه ادبی هم حالا اینجا گفته 2 نمره 3 نمره بوده. قسمت سخت آرایه است بچه‌ها، ولی بخونید آرایه هم میتونید قسمت خوبی سوال به اصطلاح حل کنید. و این هم جدولیه که در آخر به من گفته. خب این تمام اطلاعاتی بود که چت جی پی تی به ما کمک کردش. قطعا دانش آموزی زرنگه که بره ببینه کدوم قسمت‌ها بیشتر سوال اومده، کدوم قسمت‌ها راحت‌تر، اول اونا رو حل کنه. و ازتون میخوام که اینها رو رعایت کنید، تایمتون رو یعنی اولویت بندی کنید. اول برید قسمت‌هایی که بیشتر سوال میاد و بعد برید قسمت‌هایی که حالا سخت‌تره، مثل آرایه، مثل دستور زبان، و به اونها برسید. این کلیت چیزی بود که من راجع به امتحان ادبیات میتونم بهتون بگم. من خودم یادم وقتی دانش آموز بودم زیاد اینا رو رعایت نکرده بودم، ولی با این وجود سعی می‌کردم کلمات رو حفظ کنم، درس‌ها رو یک بار بخونم، معنی‌ها رو بفهمم. شما اگر کلمات رو سریع بخونید، حفظ شید و برید متن درس‌ها رو دونه دونه حالا روانش رو بفهمید، مفهومش رو بفهمید، میتونم بگم که یه نمره خوبی میگیرید. برای نمره بیشتر گرفتن باید دستور زبان کار کنید. دستور زبان هم در حالا کتابی که دارید هر درس بعد از حالا متن درستون یه قسمتایی آورده، مثلا قلمرو زبانی آورده، قلمرو ادبی آورده و قلمرو فکری. شما تو این قسمت میتونید یاد بگیرید. من چیزی که دیدم مثلا تو دستور زبان صفت اومده بود و فکر کنم مضاف الیه من دیدم، و مثلا اینو الان توی درسی من شانسی باز کردم دیدم. مهمه که شما اینا رو بخونید، از کتاب هم بخونید، میفهمید. اگر متوجه نشدید سرچ کنید و اینا رو یاد بگیرید. این دومین قسمت یک قدم تا نهایی، واقعا هم یک قدم مونده. امیدوارم از این تایمی که دارید به خوبی استفاده کنید. امیدوارم صدامون هم خوب ضبط شده باشه. حتما اگر میشه ما رو حمایت کنید. انشالله ویدیو بعدی رم بعد از این آپلود میکنیم. انشالله ولاگ‌های بیشتری قرار بگیریم تو دانشکده‌ای که داریم و الانم کلی توی سر صداه و تقریبا ضبط من به سختی داره انجام میشه. و تا ویدیو بعدی امیدوارم امتحاناتون رو بهتر کنید، خوب باشه. حتما برای من کامنت بذارید که چی کار کردید. من این نمونه سوالایی که نیاز دارید رو براتون تو چنل تلگرامی هم میذارم، لینکش هستش داخل توضیحات و استفاده کنید. امیدوارم که بعد از امتحان این نکات به دردتون خورده باشه و مفید بوده باشه. خدا نگهدار.